بزرگ که مثلش رو هیچ جا ندیده بودم. رو کردم به اونا تا چیزی بهشون بگم که هیچ کدومشون بهم توجه نمی‌کردن و داشتن فقط می‌رقصیدن. سگ به پشت خیمه ها رفت. منم کنجکاو شدم، رفتم دنبالش. اما با چیزی که میدیدم کاملا شوکه شده بودم. اونجا یه عروس بود، یه عروس مشکی پوش. کل لباساش مشکی بود، حتی نگینای روی لباسش هم نگین مشکی بود. کنارش یه مرد بود ولی اثری از سگ نبود. انگار غیب شده بود، رفته بود توی زمین. اون مرد خیلی غیر عادی بود، انقدر لاغر بود که انگار جز استخون هیچ گوشتی نداشت. چشماش برق عجیبی داشت و سفید سفید بود. من که خیلی ترسیده بودم عقب رفتم و گفتم حتما مشکلی نداره، الحمدلله ما که سالم هستیم. تا این جمله رو گفتم همه اونا شکلشون تغییر کرد. قیافه‌های خیلی ترسناکی داشتم دیگه سکته میکردم که یکیشون جلو اومد و گفت چرا اینجوری گفتی و با تمام توانش مشتی زد توی صورتم که بیهوش شدم. وقتی چشامو باز کردم کنار کامیون افتاده بودم. هوا گرگومیش بود و داشت رو به روشنایی میرفت ولی هنوز روشن نشده بود. بلند شدم و به